100 بار گفتم بخرم، گفت نخر. گفت بخرم، گفتم نخر. گفتم بخرم، گفتش نخر. الان یه وضعیتی شده بابام ایلان ماسک هم باشه دیگه نمیشه خریدش. وقتی که همون اول دارم میگم آقا این قیمتش الان خوبه، اینو ما تازه وارد کردیم، بار قبل، قیمت قبله، بیا بگیرش تا دیر نشده همون موقع بزن تو گوشش، وگرنه الان باید 3.5 میلیون واسه این دستبند فول استیل رنگ ثابت تضمینی که با نقره مو نمیزنه پول بدی. خدایی ارزششو نداره. شما مون استایلو دارید، اصلا نیاز نیست ایلان ماسکو داشته باشید. همون قیمت 2 سال پیش، 3 سال پیش، فقط و فقط قیمتی که پارسال توی 3 ساعت کل موجودیش رفت، همین 50 تا دونه، فقط و فقط 990,000 تومن. اگه میخوای کامنت کن اژدها، سریع بیایم واسط ثبت کنیم، چون تموم شه قول بهت میدم زیر 3.5 میلیون این دستبند پینترستی رو پیدا نمی کنی.